امروز در برنامه کی چند سال گرفت دادگاه شهر دوشنبه بعد تقریبا 8 ماه حکم 6 تن از عاملان زن و زنی مرگبار در پایتخت را صادر کرد. بدرغه برای نشأه‌مندی و یا قصه آنکه چگونه معتادان ایرانی به خیابان‌های شهر هراتی افغانستان افتادند. یک سال زندان بودم، بعد از یک سال ما را فرستادن اینجا. بازی گفته باید بری افغانستان. مهتاب را گرفتند. مردم سیاره شب دیروز سایه افکندن زمین به ماه را مشاهده نمودند. ساکنان دوشنبه هم این حادثه را تماشا کردند. در دهه ما وقتی همیرا میگرفتند خب مامان شبایشون گفتن که اگر همیرا چی نلی اسب چی بزنی نماز بخونی چی بخونی میگیرن با مهتاب سر میتین. با گذشت چند ماه از زن و زنی مرگبار جوانان دو محله شهر دوشنبه دادگاه حکم عاملان را اعلان کرد. در رابطه با این زن و زنی که ماه انور صورت گرفت در اول 20 نفر جوان بازداشت شد و اخیراً تعدادی از آنها حکم خود را گرفتند. میرزا نبی خالقزاد درباره حکم دادگاه تفصیلات بیشتر دارد. دادگاه شهر دوشنبه پس از 8 ماه بررسی و محاکمه پرونده پرسر و صدایی که باعث به مرگ 2 طلبه مکتب شده بود جنبست نمود و این در قسمت اول 10 نفر از گناهکارانی که در کرسی عیبداری می نشستند برخی با جرم کشتار برخی با دست داشتن در این جنایت حکم آنها اعلان کرده شد و همین طور دادگاه شهر دوشنبه 2 نفر از اینها را بر اساس ماده 104 یعنی کشتار برای 10 سالی روانه زندان نمود و 5 تن دیگر از اینها را برای 5 سالی به زندان مجازات کرد و همچنین 2 نفر دیگر را 5000 سامانی جریمه نمود. این حادثه در ماه ینور رخ داده بود و در اینجا 20 نفر جوانان تقریبا 1 ساعت میان خود با استفاده از آهن و ارماتور و دیگر اسباب‌های سرد به یکدیگر زناشویی نمودند که 2 جوان در اینجا کشته شد. گفته میشد که گویا همه این 20 نفر طلبگان مکتب‌های ناحیه سینا هستند، ولی بعدتر در یک نشست مطبوعاتی وزیر معارف تاجیکستان وابسته به این حادثه شرح داد و گفت که اکثر اینها کسانی هستند که مکتب را خط نمودند ولی بنابر حالت اوباشی در این حادثه شرکت کردند. گزارش میرزا نبی خالقزاد بود. همکاران ما میگند والدان جوانان محکوم شده و وکیلان دفاعی آنها نخواستند در این باره صحبت کنند. قرار است همین لحظه ها دادگاه حکم 2 نفر دیگر از افراد بازداشت شده این گروه را اعلان نماید. خبرهای ما را در سامانه www.azadi.org پیگیری کنید. خدمات گمرک ولایت سوغد میگوید 1 نفری را بازداشت کردند که میخواست تلفن‌های سامسونگ را غیر قانونی به تاجیکستان وارد کند. از بس که تلفن‌های سامسونگ در تاجیکستان محبوبیت زیاد دارند، قاچاقیان از دیگر کشورها بیشتر به نظر میرسد. دفتر مطبوعات خدمات گمرک تاجیکستان روز 8 آگوست گفت هنگام معاینه گمرکی ماشین یک ساکن نویه باباجان غفوروف 533 تلفن سامسونگ گالاکسی آشکار شده است. به گفته مقامات ساکن ولایت سوغد تلفن‌های سامسونگ را از قرقیزستان خریده قصد داشته است به پرداخت باج گمرکی به تاجیکستان انتقال داده فروشد. به گفته خدمات ارزش عمومی تلفن‌های قاچاقی بیش از 900,000 سامانی است و تفتیش حادثه را دادستانی ولایت سوغد شروع نموده است. شما برنامه خبری تلویزیونی آزادی را تماشا دارید. در فرانسه احتمال قانونی شدن مقام رسمی بانوی اول جامعه این کشور را به 2 تقسیم کرده است. گروهی میگویند نمیخواهند مالیات مردم صرف همسری رئیس جمهور شود. تعدادی هم بر اینند که همسری پرزیدنت باید مقام رسمی داشته باشد. قانون اساسی فرانسه به بانوی اول دادن مقام رسمی را پیش بینی نمیکند، اما به هر صورت 10,000 ساکن کشور مقابل مقام دادن به همسری پرزیدنت امضا گذاشتند. سجیده میرزا گزارش میدهد. بیش از 200,000 شهروند فرانسه امضا جمع کردند و میخواهند با بریجیت مکرون همسر رئیس جمهور فرانسه مقام رسمی بانوی اول داده نشود.
در جریان معرکه پیش از انتخاباتی امانوئل ماکرون از رئیسان جمهوری پیشین بارها انتقاد کرد که تا حال مقام همسر رئیس جمهور را قانونی نکردند و این راه را برای خرج‌های مستقیم و به نظارت بانوی اول از بودجه دولت باز کرد. مثلا برای همسر نیکولا سارکوزی ماه 60,000 یورو خرج میشد. مقام رسمی بانوی اول معاش ندارد، اما به نگهداری دفتر کاری، یاورها و بودجه علاهیده اجازت می دهد. تشبثکار این جریان نقاش فرانسوی تری پول والت است که وعده پیش از انتخاباتی ماکرون را به او گوشزد می کند. ماکرون در جریان معرکه انتخاباتی گفته بود که همسرش تنها نقش جمعیتی خواهد داشت و پولی انداز سپارنده ها به او صرف نمی شود. نقاش می گوید که ماکرون از حالا چند کاتب و محافظ دارد. در امریکا مقام بانوی اول استفاده می شود و این به معنی $10 میلیون است. او در سرتاسر جهان تاثیر بزرگی سیاسی دارد. می توان گفت او واسطه علاقه و فشنگی سیاسی است. من نمی خواهم که در کشور ما چنین حالت تکرار شود. با این حال نه همه فرانسوی ها از مؤلف این مراجعت پشتیبانی می کنند. با فکر من نه تنها پرزیدنت مسئولیت دارد، بلکه بانوی اول هم نقش مهم می بازد. این باید ثابت کرده شود. در همین حال معروفیت خود امانوئل ماکرون در بین فرانسوی ها رو به کاهش آورده است و در 3 ماه اخیر از 43 تا 36% پایین آمده است. این حالت یک دفعه سال 1995 در زمان رهبری ژاک شیراک مشاهده شده بود. و حالا گزارش داریم از حیات معتادان افغانستان. چندی از معتادان در شهر هرات میگویند اصلا شهروند ایرانند، اما برای نشمند بودنشان آنها را از وطن به افغانستان راندند. ادامه موضوع را از طاهری سفر میشنویم. بهنام امیری میگوید شهروند ایران است و به دلیل معتاد بودن او را از کشور راندند. بهنام ادعا دارد که نظامیان ایرانی او را به افغانستان فرستادند. بهنام گفت ساکن شهر کرج ایران است و اکنون در میان صدها معتاد در اینجا در شهر هرات زندگی میکند. یک سال ما را فرستادن اینجا، بازی گفته باید بری افغانستان، بری اونجا یک سال بمون، یک سال تموم شد ما زنگ میزنیم شما را میارن اینجا. صابر مرادی شهروند افغانستان است. چندین سال همراه با بهنام در ایران زندگی کرده است. صابر میگوید پلیس ایران او را یک جا با بهنام اخراج کرد و به افغانستان فرستاد. وقتی که ردمند شدم من برادر ایرانی ما که این برادر ایرانی ما رو که حال میبینین پهلوی من نشسته، خوب میدانستن که ایرانی است. حتی اونجا یک صاحب منصب ایرانی از مرز که هنوز رد نشده بوده، من سر مرز از این پرسید که تو ایرانیستی یا نیستی؟ گفت ایرانیستم. باش ترکی هم صحبت کرد، بازم قبول نکردن، هر وزیر انداختنش تو افغانستان. بهنام در اینجا یگانه شهروند ایران نیست. جعفر نیز به گفته خودش ایرانی است و به سبب نشأه‌مندی از ایران اخراج شده است. جعفر میگوید مرزبانان ایران شناسنامه‌اش را به اعتبار نگرفتند و او را افغان پنداشتند و به این سوی مرز راندند. ریاست مبارزه با مواد مخدر هرات حضور معتادان ایرانی در ولایت را تایید میکند، هرچند آمار مشخصی آنها را ندارد. جیرانی دقیق رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در هرات به رادیو آزادی گفت در گذشته 30 معتاد ایرانی در یکی از مرکزهای طبابت نشأهمندان در هرات معالجه گرفتند. برنامه را ادامه میدیم. شب گذشته در گوشه های مختلف جهان از جمله در شهر مادرید مردم لحظه های گرفتن ماه را تماشا کردند. امسال دوم بار است که ماه زیر سایه زمین قرار میگیرد. نجوم شناسان میگویند گرفتن ماه و آفتاب یک امر معمولی است که سری هر چند وقت رخ میدهد. با گفته منجمان وابسته از باورهای مختلف مردم این حادثه طبیعی پیامد بدی ندارد. برای دوصفی شب در مرکز دوشنبه بود و امروز با چندی از ساکنان پایتخت گرفتن ماه را مشاهده کرد. تیره‌شوی و یا گرفتن ماه در قلمرو تاجیکستان ساعت 22:20 شب 7 اوگوست آغاز شده 2 ساعت ادامه کرد. مشاهده ماه در این شب در هوای صاف و بی‌غبار دوشنبه آسان بود. در طول 2 ساعت تقریباً 20% ماه زیر سایه زمین مانده و تیره شد. ساکنان دوشنبه که در این ساعتها در کوچه و خیابان‌ها بودند با این حادثه طبیعی چندان توجه زیاد نداشتند. راستی شما اگر ما رو نمیگفتید ما ایست نمیکردیم که هم مفتاح رو گرفته.
خیر ما یک چند بار در جای خود ماندگیم. اینا بار دوم است که در شهر دوشنبه می‌بینیم گرفتن مختاب رو. ولی برای نفرانی که بار نخست به این حادثه طبیعی روبرو می‌شدند خاصه جوانان خیلی جالب به نظر می‌رسید. باری اول است که گرفتی مختاب را دیده ایستادم. ما پیشتر در همین کتاب درسی در استنامه خوانده بودم که این در نتیجه در سایه زمین ماندن مختاب چنین حادثه رخ می‌دهد. پیشتر چنین حادثه را دیده نبودم. ساکنانی که در گذشته شاهد حادثه تیره‌شوی ماه یا آفتاب بودند از مراسم و عادت‌های صحبت می‌کنند که به آنها از بزرگسالان میراث مانده است. اما این بار کسی از شاهدان حادثه طبیعی تیره‌شوی ماه هیچ مراسم و یا عملی را انجام دادن نمی‌خواست. در دهه ما وقتی همیرا میگرفتن خب مامانش بایشون گفتن که اگر همیرا بعد چی نلی اسب چی بزنی نماز بخونی چی بخونن میگیرن با مختوب سر میتین نماز میخونن خیلی میزدن هم کامپیوتر پیشتن خیلی میگو سر میدن اکبر گفتی و در گذشته در تاجیکستان حادثه تیره‌شوی ماه و یا آفتاب را بیشتر تابش‌های دینی می‌دادند و باور داشتند که کدام نیروی ماه یا آفتاب را پناه می‌کند و صداهای بلند کوبیدن آهن و نمازگزاری آن را رها می‌سازد. گرفتن ماه در یک سال تا 7 مراتب به وقوع می‌آید و از قبل حساب شده است. سال جاری این بار دوم است که حادثه تیره‌شوی ماه اتفاق می‌افتد. چون این حادثه را ساکنان تاجیکستان امسال ماه فوریه نیز مشاهده کردند. در این جزیره قریم برای فیدل کاسترو پیشوای انقلابی کوبا یک لوحه یادگاری گذاشتند. هرچند این سیاستمدار بحث برانگیز خودش وصیت کرده است هیچ جای و چیزی را به نام او نگذارند. مقامات منطقوی قریم که روسیه آن را سال 2015 از اوکراین گرفت میگویند وصیت فیدل کاسترو بی‌جا بوده است. خیرمان به قاضی گزارش میدهد. گرامی داشت خاطر فیدل کاسترو برخلاف خواهش او در نامه واپسین رهبری پیشین کوبا آمده است که نباید یگان انشاءات بعد از سر او به نام او گذاشته شود. در وطن فیدل کاسترو این وصیت جدا رعایت می شود ولی در قریم آن را ناعادلانه حسابیدند. آخر هفته گذشته ساحل دهه الینیفکا را به نام انقلابگر مرحوم کوبا گذاشتند. در این مراسم دمیتری پالونسکی معاون سروزیر حکومت قریم شرکت داشت. او با نیمتنه ظاهر شد که در آن عکس شریک کاسترو ارنست چه گوارا تجسم یافته است. ما بارها تاکید کردیم که فیدل کاسترو دوست بزرگ اتحاد شوروی و روسیه بود. دوم اینکه شما میدانید با خواهش فیدل در کوبا قانون قبول شده است که طبق آن بعد مرگش نامگذاری شدن انشاءات منع است. ولی از نگاه ما این بی‌عدالتی است وقتی اسم یک ابرمرد و فعال سیاسی جاویدانی کردن نمی شود. پالونسکی گفت که ساحل الینیفکا را می شود به نام فیدل کاسترو گذاشت. یکی از ساکنان اینجا ایگور زاگریبالنی پیشنهاد را مقبول می داند. نام دقیق این ساحل رمزی آن است که قریم و کوبا مبارزان راه آزادی اند و ما پیروز می شویم. پرده برداری از مجسمه به پایان یافتن فستیوال ورزشی اکستریم قریم 2017 می باشد. لوحه یادگاری با جایهای نشست مجهز شده است و خیلی زود به مکان جمع آمدهای دوستانه تبدیل یافت. اما این اقدام را خود فیدل کاسترو چگونه می پذیرفت؟ این را اکنون تنها می شود حدس زد. و خبر ورزشی مخلصان فوتبال در شهر سکوپیه پایتخت مکدونیا یک روز پیش از بازی سوپر جام و یا جام اولی اویفا بین دسته‌های ریال مادرید و منچستر یونایتد جمع آمدند. میر شهر سکوپیه میگوید ممکن است تا 20,000 نفر روز 8 آگوست به اینجا بیایند. از بس که حرارت در شهر سکوپیه به 40 درجه میرسد مقامات اویفا تصمیم گرفتند که برای آب خوردن بازیگران در بازی 2 دفعه تنفس اعلان شود. نه تنها حرارت بلکه قیمت میمانخانه ها هم در سکوپیه بالا رفته است. بنابر سبب آنکه همه میمانخانه نیافتند بعضی از ساکنان پایتخت سکوپیه مخلصان فوتبال را در خانه های خود مهمان میکنند. برای تامین ترتیبات هنگام بازی مقامات مکدونیا 2000 مامور پلیس را سفربر کردند. اینجا میرسیم به فرجام برنامه. اگر شما میخواهید که در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید خبر و گزارش های ما را در سامانه www.azadi.tj پیگیری کنید. رادیو آزادی همچنین در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیک صفحه دارد و در آزادی یوتیوب نیز. برای شما تشکر و خدا نگهدار هر یک شما.